اثر رو میخوندم از کدام شاعر نباشد در همونجا چه کیفیتی داره. در دوشنبه در کجا که زندگی میکنی؟ هست یگان کس؟ در دوشنبه حاضر در خانه خویشانمان زندگی داریم. اگر ما فقط با اخباراتی بر دروغ رهبر دولت را فریب کردنی میشیم، فهمیدید؟ ملت را فریب میکنیم. برآمد. السلام علیکم پیشوای معظم ملت. من رحمتزاده قمریدین، آموزگار فن زبان و ادبیات تاجیک مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 100 ناحیه شاه منصور. محترم جناب عالی، امروز برای اهل معارفچیان پایتخت بخصوص آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 102 ناحیه شاه منصور روز مقدس و فراموش نشونده است، زیرا قدم راهنمای مبارک دور ما را به سوی قله‌های علم و دانش هدایت نموده به ما نیروی شکست ناپذیر ننگ و ناموس و افتخار ملی می بخشد. باعث فرحمندی است که هر روز در کشور ما جشن و مراسم ها، چاره‌بینی، کشادن مکان مقدس، آغاز کار نیکی به وقوع آمده ما را به فردای زندگی باز هم دلپور می گرداند. محترم جناب عالی، محض تشبث و سیاست خردمندانه شما بود که امروز با نام مبارک شما واژه های صلح آور و وحدت آفر، قهرمان تاجیکستان و نهایت پیشوای ملت ضم نمود که این همه نشانه بهای بلند و افتخار خلق وطن دوست و مهنت دوست ملت بزرگ تاجیک می باشد. خوشبختانه ما امروز از حیات آسوده حالانه خود شکرانه گفته در هر سری قدم دعای جان عزیز شما را کرده رودکیوار می گوییم 1000 سال بزی 100,000 سال بزی. خوش آمدید پیشوای محبوب ما. سلامت باشید. بچه ها تعلیم میتین چی را دوست میدارن بیشتر؟ محترم جناب عالی، هستند خوانندگانی که بیشتر علم های دقیق را میآموزند، لیکن باز خوانندگانی که هستند شعر و غزل های شاعران را از خود میکنند. نکنه حاضر بعد تعطیلی دور و دراز من در سپارش داده بودم وزیر حتی رئیس کمیته تلویزیون و رادیو را وزیر علم و معرفت که در تاکید کنه که بچه ها حتی آموزگارا مردم در خانه ها بودیم که کتاب خواند. در وقت به کتاب خواندن بسیار وای است. انا که بچه ها را پرسید در وقت تعطیل چند قدری اثرهای بدیع خواندند. اگر آموزگار طلب نکند بچه های ما بسیار یک قسمش میخواند، یک قسمی میخواند. من شاهد هستم ذوق دارند، خودشان از خردسالی پدر و مادرها در اینجا رالی مهم بازی میکنند آموزگارا، لیکن یک قسمی هست که کمتر باید اونا تربیه کردن نکن، اونا روی درست بردن نکن، بعضا حالت رو مجبور ساختن نکن. ما وقتی آزاد بسیار داریم برای نورسان. دولت های پیشرفته ایخی نیست، نمیبینید این روید اروپا روید در کوچه یکون کودک میبینید گشتر نیست. من چند روز میرم دو سه دولت میگردم یک کودک نمیبینم. بعد میپرسم در اینجا تولد هست نیست، باغچه هست نیست. من جواب میتونم جناب هم در دست. حتی تعطیلی که ما بکنیم تابستانه تو ماه ایول اولی ایول در اروپا دیگر جا وقتی درس است. تعطیلاشون هم بسیار است لیکن در پایش هم درستر است. بچه ها را ذوق خواندن مخصوصا با شعر تاجیک باشی و دو مصرع شعر رودکی را ندانی یا ترسوزاده ندانی خب یا که از عینی چیزی که نخواندن یا سعدی حافظ یا مولانا یا دیگر دو مصرعی یعنی تاریخ تمدن خودت نمیدانی، احترام نمیگذاری. بعد سفرهای خارجی میکنن در بسیار حالتها مرا وای میکنن که شما با زبان خودتون گپ زنید، زبان شما زبان زیبا است. بعد من تاجیکی میگذارم. زبان ما بیهوده و چندی بار وای زبان شعر است.
همین قدر در ما عادت کردیم لیکن از اطراف دیگر ملت ها گوش کنند گوش خراش نیست فارم است مثل شیر یکی از زبان های بهترین است ما پیش از همه زبان مادری به درجه اعلی دانسته موندم احترام گذاشته موندم معاش چند میگیری؟ محترم جناب عالی با مقداری 1200 سامانی. چند سال شد آموزگار هستی؟ مدتی 2 سال است جناب عالی فعالیت دارم. از یکمی سنتر با آیسا بلند و اشلی ساده است این وابسته به رشد ترقیاتی دولت است رشد اقتصادی و شد ما زینه با زینه اینا بلند کم است یک کار کن رفت داده نشد میشود نقض میشود از این دو بدتر شد ما پسر کردیم 3 سامان بود معاشی طبیب 3 سامانی ما هیچ گاه فراموش نمیکنم نفقه 7 سامان بعضا وزیرها 30 سامان میگرفتن امروز کمی هم باشه فرقیت است هم خیلی؟ بله زندگی در فرقیت است؟ بله اولیادار شدی؟ نه محترم جناب برای چی؟ حالا شعبه ماجستراتوره دانشگاه ملی را تحصیل کرده ایستادم. چند رفتی؟ 24 ساله. پدر و مادرت است؟ بله محترم جناب. چند سال هستن؟ 52. 52 ساله؟ بله. از جوان بوده. با کار دهقان مشغول. ای دهقان باشد راضی میشه. نه راضی میشه. نه رو اگر ببینید کادر جوان البته ما میفهمم که اسپیرانت از را خواندن کاری آسان نیست. مثلا یک تا نیم تا خیلی کادر را دستگیری کنید. وزیر معاونای وزیر خدمات های دارن یک 10 تا 15 تا منم خیلی عالمای جوان دست این عالم آینده چه دستگیری کنید وظیفه رهبری همین است ها فکری کودکم میکنی فکری پدرم میکنی مادرم میکنی فکری آب و زمین همش میکنی بله کاری ثواب هم است خان میسرم خان زبان هم خوب است زبان با سیقل دی برا باشد شیرین باشد یکی شاهد میشه موفقیت شما با تشکر جناب ای که کشور را چو خورشید منور کرده اید مملکت را بوستان آسا سراسر کرده اید هر کفی خاک وطن ماننده زر کرده اید تاجیکستان را بلند از ماه و اختر کرده اید مرحبا ای پیشوا بر مکانی علم و فن بر کنار کودکانی بختیاری این چمن السلام پیشوای محبوبی ما سلام 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 من گلروی مرادعلی خواننده صنف 9 می باشم ما نورسان خوشبخت زمان استقلال به شما برای هدیه چنین مؤسسه زیبا و زمانوی میnnتداری بیان نموده شما را باور میکنانیم که بر عوض غمخواری ها و دستگیری های پیوسته و پدرانه شما برنامه های تعلیمی را با بهای خود و علا از خود نموده وارث آینده و بنیادکاری به ناموس وطن به وایه رسیده در رشد و نمو وطن خود سهم ارزنده خود را میگذاریم خوش آمدید محترم جناب عالی رحمت همین مکتب در تحصیل میکنی؟ بله چه شرایطش؟ محترم جناب عالی خیلی شرایطای خوب دارن زبانهای خارجی چند زبان می‌آموزید؟ زبانی محترم جناب عالی زبانی روسی را میدونم زبانی انگلیسی رو کم و بیش و در آینده میخوام زبانی کوریایی را یاد گیرم نه دیگه زبانی انگلیسی را حتما خوان چی مقصد داری آینده؟ محترم جناب عالی در آینده میخوام در کره جنوبی در دانشگاه طبی خوانم چند کتاب خواندید این وقتی تعطیلی دراز بود چند اثر خواندید که راست شگو راست شگو من میکنم چه کتاب خوندید در تعطیل محترم جناب عالی یادداشت ها خواندم یادداشت های صدرالدین عینی را دو مصر شعر رودکی خوان رودکی هر کی از کی شعر میدونی از بازار صابر گل رخسار از کی از گل نظر از میرزا توسوزاده از کی بود و نبودم بوده ای هم تار و پودم بوده ای سمتی سجودم بوده ای ای قبلگاهم ای وطن
سرچشمه نورم تویی، هم نزدیکم و دورم تویی. ناز پدر و مادرت هست؟ ها بله. چیکار هستن؟ مادرم در کتابخانه ملی تاجیکستان همچون کتابدار کار میکنند. پدرم در خارجه میباشند. نه دخترم مادرت که وای میکنه جای ناز داده است. قطعی مادرت یگان بار رفتی؟ بله. کتابخانه ملی را دیدی؟ بله. شرایط را دیدی؟ بله. اگر من با جای تو میشتم هر روز میرفتم 5 صفحه یک اثر رو میخوندم از کدام شاعر نباشه در امروزه چه کیفیتی داره، چه شرایطی درجه عالی. ها کتابخانه برای شما، برای شما نورسا و جوانا. سلامت باشید دخترم. خان بله. محترم جناب عالی، شکرانه میکنم که در این مراسم باشکوه شرکت دارم و به دیدار مبارک شما مشرف گردیدم. من گلنازه رحمان ساکن ناحیه راشقلعه امسال توسط کوات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا از روی اختصاص کار طبابتی داخل شدم که این نیز از اقدام‌های سازنده شما در سمت دستگیری جوانان دهات دوردست جهت فرا گرفتن و تعلیم و تربیه محسوب می‌یابد. محترم پیشوای ملت، ما جوانانی که توسط کوات به مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور شامل گشتیم، در جواب به غمخوری‌های روزافزون شما و حکومت مملکت وعده میدیم که در آبادی و شکوفایی وطن عزیزمان سهمگذار باشیم و خدمت صادقانه برای خلق و وطن مرام و مقصد یگانه ما جوانان می باشد. این زمان تمام اهل سیاره را بیماری کرونا کووید 19 فرا گرفته است که کشور عزیز ما از این در کنار نیست. در این رابطه هر یک فرد جمهوری را می باید جهت پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیکی و پیشگیری از انتقال و پیدایش سرایت کرونا کووید 19 سهم ارزنده خود را گذاشته باشد. بنده نیز کوشش به خرج می دهم در این وقت از این بیماری همگیر در برابر تحصیل همزمان به صفت والنتیر همراه مسئولین در یک قطار ایستاده بعد از اتمام دانشگاه همچون طبیب حاذق در حفظ سالمی مردم سهمگذار باشم و در آخر از زبان شاعر گفتنیم: پیروی ارباب علم و فضل و فن، پیروی پاکی بزرگانی سخن، پیروی آزاده گردانی دلیر، راد مردان قهرمانانی وطن، صاحب استقلال و صاحب دولتیم، پیروانی پیشوای ملتیم. یک جهان تشکر. گلنازه دختر جانم، گفتی از ناحیه راشقلعه شما در دوشنبه تحصیل کردین؟ نه محترم جناب عالی، من در ناحیه راشقلعه در جماعت دیوت توسیان تحصیل کردم. همین سال آمدی ها؟ برای اجرت سپاری به شهر دوشنبه آمدم. حالا که داخل شدی؟ بله. کوات قطعی؟ بله محترم جناب عالی، من این سال توسط کوات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به دانشگاه دولتی طبی داخل شدم. احسن. اینقدر زبانی ادبی تاجیکی را اینقدر زیبا و وای احسن دختر جان. من به نزدیکی ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر دارم. یک پرابلم و مشکلی ولایتم نرسیدن خود متخصصان ساحه طب است. گرچند 180 نفر تحصیل کرده ایستادند از ولایت و سه کوات پرزیدنتی، لیکن کم است. این کمی میکنند. چند زبان خارجی را میدونی؟ محترم پیشوای ملت، من از زبان‌های خارجی زبان روسی و زبان انگلیسی را میدانم. و درجه اعلی؟ بله محترم جناب. بسیار دست. پدر و مادرت چیکار است؟ پدرم راننده خطسیر خاروق دوشنبه و مادرم خانه‌نشین. احسن.
شما فرزندی کلونی هستین؟ بله محترم جناب عالی. اویلا در چند فرزند هستین؟ در عائله ما 3 فرزند، من، خواهرم و دادرم. دادرم. در دوشنبه در کجا که زندگی میکنی؟ هست یگان کس؟ در دوشنبه آذر در خانه خویشانمان زندگی داریم. وزیر خوابگاهی ناسان دخترم. پدرتان رانندگی کرده برای شما که دخترم میخواند گفته. مادرتم همچنین. اتو کشته به خواندن کرد. خان. من میدونم در پایتخت طبیبان خیلی زیادی هستند از ولایت مختار کوهستان بدخشان. طبیبان بین سطح بلندی کسبیت هستند. بینید. آنی که من میدونم چندین نفر خان. برای درست که زبانی روسی و انگلیسی را به درجه اعلا میداند. این برای جوانان، برای طالب علم خوانندگان همین پایتخت هم اینم نمونه عبرت است. بله، نمونه عبرت است. ما چون اشاره کردم رهبر مؤسسات در اومدن در مؤسسات 3 کس زبان میداند، دیگر نمیداند. مثلا اینجا با نظارت میگیرید یک مهلتی کوتاه 1 سال مهلت است. 3 طرف بودند. موفقیت شما. سلامت باشید. دوستان عزیز، با همین ملاقاتی امروز را به انجام میرسانیم. آن سپارش‌های من تاکید کردم و اون کمبودی‌هایی را که از 100 یک اشاره کردم من دارم، معلومات صحیح دارم. بعد این جلسه حکومت میشه ما دیگر پسند میشه اصلاح کنید. اگر ما فقط به اخباراتی بر دروغ رهبر دولت را فریب کردنی میشه، خودمون را فریب میکنیم، ملت را فریب میکنیم. فهمیدید؟ ملت را فریب میکنیم. ایران نمیباشه. نه اونقدر خراجات زیاد را طلب میکنند که ما کم ترک خودمون را چی میگن؟ کم ترک وجدانان خدمت‌های وظیفه‌های خدمتیمون را اجرا کنیم. یگان چیز زیادی طلب کردن نمیشه. آموزگار آموزگاریش، رهبر رهبریش. مسئله تامین کردن با کتاب‌های درسی یک مهلتی کوتاه، حالا پرابلمی مبلغداری نیست. فقط نظارت کردن، جابجا کردن در کار. شنید. آزمون‌هایی گذرانده میشود به درجه بلند. خواننده را المپیاده ها میگذرانیم، دیگر می از فنی مقصد ویده حتما در سطح ناحیه، در سطح مکتب ها، در شهرها، ولایت جمهوری هوسمند کردن در کار. همین خیلی خشک خالی نی. در همه زینه ها، در سطح مکتب های ناحیه، در ناحیه، شهری، ولایت جمهوری. موفقیت برای کار. سلامت باشید.